سلام دوستان، به سایت ترون ماینر خوش اومدین. میخوایم توی این ویدیو آموزش کار با سایت رو یاد بگیریم. برای ثبت نام از این قسمت گزینه رجیستر رو انتخاب میکنیم. نام کاربری مورد نظرتون رو توی کادر یوزرنیم وارد کنید. برای انتخاب نام کاربری دقت کنید که از فاصله استفاده نکنید چون که قبول نمیکنه. آدرس ایمیلتون رو توی کادر ایمیل وارد کنید. رمز عبورتون رو توی کادر پسورد و تکرار رمز عبور رو توی کادر کانفرم پسورد وارد کنید. بعد روی گزینه ساین اپ بزنید. خب الان ثبت نام شما انجام شد و این صفحه‌ای که می‌بینین داشبورد شماست که اطلاعات مختلفی رو به شما ارائه میده. دوستانی که سرمایه ندارن میتونن از طریق دعوت دوستان به سایت تا 3 ساعت سود از زیر مجموعه گیری دریافت کنن. سود سطح 1 4% و سطح 2 2% و سطح 3 1% و به این صورته که از هر سطح این مقدار سود به اکانت اصلی شما برمیگرده. یعنی در مجموع 7% از وارزی‌های دوستاتون بهتون تعلق میگیره. برای اینکه لینک زیر مجموعه رو بردارین کافیه که اونو از این قسمت کپی کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارین. دوستان سود کم و موندگار خیلی اهمیتش بیشتره تا اینکه مثل سایت هایی باشه که میان و 2 هفته هم دوام ندارن. شما میتونید با خیال راحت و آسوده توی این سایت سرمایه گذاری کنین و سود بدون دردسر روزانه بگیرین و کد رفاه خودتون رو با دوستاتون به اشتراک بذارین و کمیسیون دریافت کنین. من یکی از ویژگی هام اینه که تا از چیزی مطمئن نباشم هیچ وقت معرفیش نمیکنم. خودم چند ماه با این سایت کار کردم و این اطمینان خاطر رو بهتون میدم که ضمانت کارشون و اعتبارشون مشتری مداری و پرداخت به موقع بدون وقفه سود هاست. درسته سودش نسبت به سایت هایی که تا حالا دیدین کمتره، ولی اهمیت اصلیش موندگاری و با دوام بودنشه. اینو تاکید میکنم چون واقعا مهمترین چیزیه که راجع به اعتبار یه سایت باید در نظر داشته باشی. من میخوام توی سایت 22000 تومان واریز کنم. برای این کار از منوی سه گزینه اد فاند رو انتخاب میکنم. بعد توی این صفحه گزینه پی ناو رو میزنم. من میخوام 22000 تومان واریز کنم. پس 22000 رو توی این کارت وارد میکنم و بعد نکست رو میزنم. توی این صفحه پی ناو رو بزنید. توی این صفحه آدرسی که باید بهش واریز کنین نشون داده میشه. کافیه روی کپی بزنین تا آدرس ترون خیلی راحت کپی بشه. وقتی کپی رو زدین این پیام میاد که یعنی کپی کردن آدرس با موفقیت انجام شده و روی اوکی بزنید. مقداری رو که مشخص شده دقیق واریز کنید. یعنی کمتر یا بیشتر از این مقدار نزنید. دوستانی که میخوان از صرافی بزنن به نکته‌ای که میخوام بگم دقت کنن. دوستان وقتی میخواین از صرافی برداشت بزنین که مبلغی رو به عنوان کارمزد ازتون کم میکنه. مثلا اگه شما بخواید 15 ترون واریز کنین، کارمزد صرافی 2 ترونه و چیزی که از صرافی ارزاد میشه 13 ترونه. وقتی میخواین از صرافی برداشت کنین، دقت کنین که جلوی مقدار نهایی دریافتی چه رد زده. مثلا الان من توی نوبیتکس مقدار برداشت رو میزنم 15. همونطور که میبینین مقدار نهایی دریافت رو زده 13. یعنی 13 ترون وارد سایت ترون ماینر میشه. برای اینکه این اشتباه رو نکنین، مقدار کارمزد صرافی رو باید به مبلغتون اضافه کنین. مثلا الان من اینجا توی مقدار برداشت باید به جای 15 وارد کنم 17. همونطور که میبینین الان مقدار نهایی دریافتی رو داده 15 و این عدد درسته. اگه بازم توی واریز مشکلی خوردین نگران نباشین. کافیه به ما اطلاع بدین تا با آدمین هماهنگ کنیم و مشکلتون رو حل کنیم. در ضمن هیچ فرقی نداره که ترون رو از صرافی ایرانی مثل نوبیتکس و بالکس و رمزینکس و غیره بزنین یا صرافی خارجی مثل کوینکس و البانک و غیره یا هر کیف پولی که دارین قابل قبوله و فرقی نداره. مثلا من ترون هام توی تراست والته. پس این کار رو با تراست والت انجام میدم. همونطور که گفتم میخوام 22000 تومان واریز کنم. پس آدرس رو کپی میکنم و 22000 تومان رو با تراست والت به این صورت به اون آدرس واریز میکنم. بعد از اینکه واریز کردین باید یکم صبر کنین تا به حسابتون بشین. برای اینکه ببینین حسابتون شارژ شده یا نه از منوی سه خطی گزینه ترانزکشن رو انتخاب کنین.
خب همونطور که میبینین 22,000 ترن وارد حسابم شد. بعد از واریز باید توی یکی از پلن ها سرمایه گذاری کنید. برای وارد شدن به پلن ها از منوی 3 خطی پلن رو انتخاب کن. خب همونطور که مشاهده میکنین سایت 5 تا پلن داره که یه توضیحی در مورد هر کدومشون میده. پلن اول برای 5 تا 1000 ترن و سود روزانش 1%. پلن دوم برای 1000 تا 5000 ترن و سود روزانش هم 2%. پلن سوم برای 5000 تا 10000 ترن و سود روزانش هم 3%. پلن چهارم برای 10000 تا 20000 ترن و سود روزانش هم 4%. پلن پنجم برای 20000 ترن به بالاست و سود روزانش هم 5%. همونطور که دیدین من حسابم رو 22000 ترن شارژ کردم. حالا میخوام یه پلن رو انتخاب کنم. پس پلن پنجم رو انتخاب میکنم که برای 20000 ترن به بالاست و سود روزانش 5%. یعنی روزی 1100 ترن سودم میشه که با قیمت فعلی ترن که 35000 تومانه میشه حدود روزی 40 میلیون تومان. حالا گزینه اینوست ناو رو توی پلن پنجم میزنم. توی باکس سلکت والت گزینه دپوزیت بالانس رو انتخاب میکنم. در قسمت اماونت مقداری رو که بخوام سرمایه گذاری کنم یعنی 22000 رو وارد میکنم و بعد اینوست ناو رو میزنیم. خب حالا پلنمون تهیه شد. برای اینکه ببینین سودتون کی وارد میشه، اول وارد داشبورد میشید. حالا از منوی 3 خطی گزینه اینوست هیستوری رو انتخاب کنید. توی این قسمت نشون داده میشه که چقدر مونده تا سودتون واریز بشه. مثلا اینجا نوشته 23 ساعت و 59 دقیقه و 33 ثانیه. یعنی اینقدر دیگه مونده که سود بعدی وارد حسابم بشه. حالا میخوام یه قابلیت خیلی مهم سایت رو بهتون بگم که باهاش میتونین سودتون رو چند برابر کنین. توی این سایت شما میتونین از قابلیت مهم سود مرکب استفاده کنین. یعنی کاری کنین که به سود پولتون هم سود تعلق بگیره. با این کار مقدار سود روزانه‌تون خیلی بیشتر میشه. مثلا سود روزانه من 40 میلیون تومانه. اگه یک ماه هر روز برداشت کنم، سودم میشه 1 میلیارد و 200. ولی اگه از سود مرکب استفاده کنم، بعد از یه ماه سودم میشه 3 میلیارد و 300. پس مشخص میشه که سود مرکب خیلی سود رو زیاد میکنه. اگه میخوان حساب کنین که سود مرکب سرمایه‌تون چقدر میشه، میتونین از این سایت و آدرسی که گفتم استفاده کنین. حالا روش گرفتن سود مرکب. برای گرفتن سود مرکب باید یک پلن جدید انتخاب کنین و سود رو وارد اون بکنین. این کار هیچ محدودیتی نداره و میتونین هر تعدادی که میخواین پلن بزنین. یه خوبی هم داره اینه که پلن‌های مختلفتون توی ساعت‌های مختلف روز بهتون سود میدن. وقتی که سودتون واریز شد از منوی 3 خطی میرین به قسمت پلن. حالا باید سودتون رو وارد یکی از پلن‌ها بکنین که با توجه به مقدار سودتون باید یک پلن رو انتخاب کنین. مثلا من سودم شده 1100 ترن. پس میتونم از پلن دوم برای سود مرکب استفاده بکنم. اگه سود روزانه‌تون زیر 1000 ترونه میتونین از پلن یک برای سود مرکب استفاده کنین. چون سود من 1100 ترن بود از پلن دوم استفاده میکنم و اینوست رو میزنم. اینجا از کادر سلکت والت اینترست بالانس رو انتخاب میکنم. مقداری رو که میخوام اضافه کنم اینجا وارد میکنم، یعنی از 100 رو وارد میکنم و اینوست رو میزنم. با این کار سود اون روزتون هم به صورت مرکب به سودای بعدی اضافه میشه. البته اگه چند روز وایسین و برداشت که سودتون جمع بشه و به بالای 1000 برسه، میتونین شما هم سودتون رو وارد پلن 2 کنین که اینطوری سودتون بیشتر هم میشه. شما توی این سایت هر وقت بخواین میتونین اصل پولتون رو برداشت کنین. برای این کار کافیه به بخش پشتیبانی که اینجاست یه تیکت بزنین و بنویسین که درخواست برداشت اصل پول رو دارم. بعدش اونا ازتون آدرس کیفتون رو میگیرن و خیلی سریع واریز میشه. بعد از اینکه درخواست برداشت کردین و پول به حسابتون اومد، اون حسابتون به صورت کامل بسته میشه. حالا فرض کنیم که شما یه پلن تهیه کردین و بعداً دوباره میخواین افزایش سرمایه بدین. بذارین بهتون توضیح بدم که مراحل افزایش سرمایه چطوریه. وقتی شما برای بار دوم حسابتون شارژ میکنین و واریز رو انجام میدین، باید اون شارژ رو هم وارد یکی از پلن ها کنه. یعنی اینطوری نیست که شارژ های بعدیتون به صورت خودکار وارد پلن اولتون بشه. پس نتیجه اینه که هر بار که شارژ رو انجام میدین، باید اون شارژ رو هم وارد یه پلن بکنین. مثلا من میخوام سود روزانه رو بیشتر کنم. واسه همین 1000 ترن دیگه حسابم رو شارژ کردم. باید این 1000 ترن رو هم وارد یه پلن کنم. پس به این صورت میرم سراغ پلن دوم و پول رو واردش میکنم. روی پلن میزنم. پلن دوم رو انتخاب میکنم. دپوزیت بالانس 1000 رو وارد میکنم.
این بسنه رو میزنم. حالا افزایش سرمایه‌مون انجام شده و سود روزانه‌مون بیشتر میشه. حالا میخوام آموزش برداشت از سایت رو بهتون بگم. حداقل برداشت از سایت 5 ترونه و من الان توی حسابم 300 تومان سود افتاده و میخوام برداشتش کنم. برای این کار از منوی صفتی گزینه پی اوت رو انتخاب بکنم. حالا پی اوت ناو رو میزنیم. توی کادر سلکت والت اینترست بالانس رو انتخاب میکنم. سودهایی که براتون میفته به قسمت اینترست وارد میشه. مقداری رو که میخوام برداشت کنم توی کادر اماونت وارد میکنم. یعنی 300 رو اینجا وارد میکنم. و بعد نکست رو میزنم. حالا توی این کادر باید آدرس تهران خودتون رو که میخوان سود بهش واریز بشه وارد کنیم. من اینجا آدرس تهران خودم رو وارد میکنم. در ضمن آدرسی که اینجا وارد میکنین هم میتونه صرافی ایرانی باشه و هم صرافی خارجی یا هر کیف پولی که دارین قابل قبوله. در نهایت گزینه کانفرم ناو رو بزنید. اینطوری درخواست برداشت ثبت میشه. برای اینکه ببینید برداشت سودتون انجام شده یا نه، از منوی صفتی گزینه پی اوت هیستوری رو بزنید. درخواست برداشتشون در این قسمت نمایش داده میشه. همونطور که میبینید نوشته شده کامپلیت که یعنی برداشت شما با موفقیت انجام شده.